وکالت ما در حفظ شهروندان. صنعت رحیم رئیس خدمات بی‌خطری کار در صنعت و کوهکاری تاجیکستان کشته شدن 16 شهروند افغانستان را در یکی از کانهای انگشت تاجیکستان رد کرد. در ما به قید گرفته شدگی نیست. ما در جنبه 6 ماه ما اطلاعات داده بودم که ما نیست. گرچنده که ما با پروکراتورای ناحیه شعبه کارهای داخلی راهبریت کابینت متالورژی برآمدیم، پرسش کردیم که همین خیلی واسطه اخباری اومده برآمده که شهروندان افغانستان در همین ایمنه در همینجا هلاک کردند. اخبارات نیست. گفتن که این شهروندان در اینجا کار نمیکردن. رد کردن فوت این شهروندان افغانستان در حالی است که خبرگزاری افغانستان اینترنشنال در یک مطلب از 2 حادثه ترکیش در کانهای مربوط به کابینت متالورژی تاجیک در ناحیه عینی در ماه می و نوامبر سال گذشته با نشر نام و نسب و عکس و ویدیو خبر داده بود. ما در جمهوری تاجیکستان زندگی میکنیم. افغانستان حقوق برادر، افغانستان حقوق داره چیزی که بخواد درباره خودش بنویسه. من شما را درباره جمهوری تاجیکستان گپ زدم، درباره شهروندان تاجیکستان گپ زدم. وکالت ما در حفظ شهروندان دیگه دولت نمیداره. رسانه های افغانستان یک دلیل مرگ این شهروندان را در شرایط غیر معیاری و بیرون از قاعده های فنی و مهندسی کار کردنشان نام بردند. به ادعای آنها همه این شهروندان به طور قاچاقی بدون حفظ شدن حقوق های کاریشان وارد تاجیکستان شدند. هرچند رئیس خدمات این اطلاع را نادرست نامید، وقوع حادثه های دیگری مرگ و میر در کارگاه های مربوط به کابینت متالورژی تاجیک را تایید کرد. نه که حادثه ناخوش هست در اونجا. حادثه ناخوش هست سنه 30 ایولی سال 2025 از ساعت 00 شب تا تقریبا 01 در قیده کشودی رقم 1 جی اس پی کابینت متالورژی تاجیک، همون جایی که شما گفتید، هنگام استعمال خوراک شبانه در اتاق سیار واگن که در داخل آن استوی بس غیروف تکبیر اداره کننده اکسکاواتر شمس‌الدین عزت، پرمگر معین غفران، رانندگان اکرم بحریدین و بهاوالدین فتح‌الله قرار داشتند فرو رفته زیر جنس‌های کوهی مانده به هلاکت رسیدند. در مجموع سال 2025 در معدن و کارخانه های تاجیکستان بر اثر 46 حادثه ناخوش 40 تن هلاک شده و 27 کس زخم برداشتند که 8 واقعه در نیروگاه راغون روی داده است. در میان فوتیده ها 7 شهروند خارجی نیز هست که 5 تن آنها چینی و 2 نفر دیگر از ایران بودند. اما آمار 16 شهروند افغانستان در این روی خط وارد نشده است. سنجش مستقلانه این آمار در حال ممنوع بودن ورود به این کانها امکان پذیر نیست.